بعد مصنف سخن علامه ابن القیم را ذکر کرده، گفتند که یقول ابن القیم رحمه الله و علامت قبول العمل احتقاره و استقلاله و صغره فی قلبک. علامت قبول عمل این است که تحقیر کردن عمل و کم شماریدن عمل و معیده حساب کردن عمل در قلبت، یعنی در قرارت قلبت عمل خود را عملی کوچک حساب کنی، این علامت قبول است. حتی ان العارف لا یستغفر الله عقب طاعته. حتی آدم عارف، یعنی آدمی که الله تعالی را میشناسد، در عقیب طاعتش استغفار میپرسد. ببینید برادرها، وقتی که از نماز که فرض است و یکی از عملهای بهترین این نماز است، وقتی که سلام میدهید اولین کلمه ای که تلفظ میکنید استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. شما اطاعت کردید، به الله تعالی نزدیک شدید. به جای اینکه یگان از فضل الله تعالی بپرسید، به گناهتان استغفار میپرسید. و حاجی ها را هم الله تعالی وقتی که فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، وقتی که از عرفات برگشتید الله تعالی را ذکر کنید و در ادامه‌اش که واستغفر الله، یعنی در پایان عبادت حج استغفار پرسید. و بهترین حیات در این دنیا حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم. 23 سال بهترین عمر، مبارکترین عمر و مبارکترین حیات جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی الله تعالی به حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد. لعمرک، قسم به عمرت گفت. وقتی که عمرشان به پایان رسید، الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به استغفار امر کرد. فسبح بحمد ربک و استغفر. ببینید، پروردگارت را تسبیح گوی، پاک شمار، و استغفر، و گناهات مغفرت پرس. آخرین سوره که نازل شد این سوره نصر است. آخرین آیت الیوم اکملت لکم هست. یکی آخرین سوره نصر است که الله تعالی در آخرین آیت ها در پایان عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبرش را به استغفار امر کرد. بنابراین یک آدم 70,000 مراتب ختم قرآن کرده است. بعد یک آدم دیگر پرسیده است که بعد ختم قرآن چی گفته از الله تعالی؟ چی پرسیدی به عوض ختم قرآنت؟ بعد آن کس میگه که چی پرسیدم؟ به گناه هم استغفار پرسیدم میگه. ببینید، عملی صالح میکردند و استغفار میپرسیدند. یعنی یگان ذره خداشان را به الله تعالی صاحب فضل، من عبادت کردم، من اکنون حق دارم، گفته یگان چی نمیپرسیدم بعد طاعت، بلکه استغفار میپرسیدم. وقد كان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سلم من الصلاه استغفر ثلاثا. انا مصنفم آوردیان. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از نماز فارغ میشدند 3 مرتبه استغفار میپرسیدند. یعنی این سخن ابن القیم در مدارج السالکین آوردیان.